قسمت اول چشم سوم. غده پینئال که توی عمق مغز قرار داره خیلی وقته به عنوان چشم سوم شناخته میشه. دلیلش هم اینه که جایگاهش وسط مغز و ارتباط نزدیکی با نور داره. چشم سوم معمولا با چیزهایی مثل دیدن رویاهای مذهبی، روشنبینی، دیدن چاکراها و حاله‌های افراد، پیشاگاهی و تجربه‌های خارج از بدن همراهه. توی سنت‌های عرفانی و معنوی گفته میشه این چشم پلی بین دنیای مادی و معنوی هستش. توی معنویت نوین چشم سوم نماد بیداری ذهنی و توانایی دیدن تصاویریه که معانی‌های خیلی شخصی، روحی یا روانی دارن. چشم سوم این توانایی رو به آدم میده که با بقیه آدم‌های بیدار شده از نظر ذهنی به صورت تلپاتی ارتباط برقرار کنه. روح مردگان رو ببینه روح مردگان رو ببینه و حتی پیام‌های مستقیم از موجودات بالاتر رو دریافت کنه. چشم سوم که اندازش خیلی کوچیک شده امروز به اسم غده پینئال شناخته میشه. اگه یه استاد معنوی واقعی پیدا کنی که خودش بیدار شده و بخواد کمکت کنه، میتونه چشم سوم تو رو فعال کنه. این کار از طریق انتقال انرژی به اسم شکتی پات انجام میشه که قرنها توی هند انجام میشه. مثلا سوامی بیو کاناندا و راما کریشنا و پاراما هاناسا نمونه های از این استادها بودند. البته پیدا کردن همچین استادی خیلی سخته و خودت هم باید آمادگی و شایستگی دریافت این هدیه خاص رو داشته باشی. وقتی چشم سومت بیدار میشه شروع میکنی به درک موقعیت‌ها و مفاهیمی که قبلا برات خیلی پیچیده بودن. دیدت بازتر میشه، از زاویه‌های مختلف موضوعات نگاه میکنی و راحت‌تر احساسات و افکارت رو بیان میکنی. نشونه‌هایی که ممکنه متوجه بشی ایناست: بیشتر با آینده فکر میکنی و عمیق‌تر میشی. نگاه قبلیت به زندگی سطحی به نظر میرسه و میفهمی اون چیزی که میدیدی فقط یه بخش کوچکی از واقعیته. فرکانست میره بالا و حالت آگاهیت عوض میشه. حواست قوی تر میشه، رنگ ها رو واضح تر میبینی، بوهای عجیبی حس میکنی یا صداها و حسهایی رو تجربه میکنی که از دنیای معمولی نیستند. گاهی ممکنه حس کنی این تجربه داره حالت روان پریشانه پیدا میکنه. مخصوصا اگه چشم سوم اتفاقی باز بشه ممکنه سردرد بگیری، مخصوصا در ناحیه شقیقا. این یعنی غده پینالت داره فعال میشه و انرژی کندالینی تو بیشتر جریان پیدا میکنه. دنیا ممکنه یه جور دیگه به نظر برسه، واقعی نیست، انگار توی رویا زندگی میکنی، انگار همه چی یه دروغ بوده و هیچ چیز دیگه مهم نیست. کلی عدد تکراری و همزمانی مثل دیدن ساعتهای جفت، اتفاقات هماهنگ و معنیدار برات اتفاق میفته و میفهمی هیچ چیز تصادفی نیست. با بیداری چشم سوم به آگاهی‌های بالاتری دست پیدا می‌کنی و به ابعاد دیگه‌ای از هستی وصل میشی. دیگه جدایی بین تو و دیگران و بیننده و دیده شده و خالق و مخلوق رو حس نمی‌کنی. همچنین ممکنه انرژی منفی اطرافیانت رو قوی‌تر حس کنی. مثلا انرژی منفی توی رابطه‌هات یا محیط کاری. حتی ممکنه نیت واقعی بعضی از دوستات یا اعضای خانوادت رو بفهمی. اینها بخشی از دوران گذار توه. حساسیتت نسبت به چیزهای سمی هم بیشتر میشه. حتی غذاها رو فقط به چشم انرژی و اطلاعات میبینی و دنبال خوردن چیزهایی هستی که واقعا تغذیت میکنه. رویاهات هم عوض میشن. رویاهایی میبینی که خیلی واضح و واقعی هستن. فراموششون نمیکنی و حتی توش کنترل داری. توی این رویاها خود واقعی و بی‌نهایت رو میشناسی. این رویاها برات مثل دنیایی با واقعیت افزوده هستند. شنوایی معنوی یه توانایی ماوراییه که ممکنه با باز شدن چشم سوم در تو فعال بشه. وقتی چشم سوم بیدار میشه یه سری تغییرات خاص توی طرز فکر و احساساتت به وجود میاد. وقتی یه نفر دارای عشق و مهربونی و صداقت و مسئولیت پذیری باشه، چشم سومش کم کم باز میشه و راه‌های جدیدی برای رشد فردی جلوش ظاهر میشه. احساس فشار ملایم بین ابروها یا در شقیقه ها یکی از نشانه های فعال شدن غده پینئال یا همون چشم سوم هستش. چون داره از نظر انرژی بیدار میشه و انرژی کندالینی رو بهتر هدایت میکنه. وقتی چشم سوم شروع میکنه به فعال شدن در سطحی عمیق‌تر، معمولاً یه حس خاص بین ابروها حس میکنی. ممکنه مثلا لمس خیلی سبک باشه
یا یه حس گرما. این احساس ممکنه حتی وقتی افکار معنوی هم نداری یهویی بیاد سراغت. انگار یه یادآوریه که تو رو دوباره وصل کنه به حالت معنوی. دید درونی و رشد معنوی باعث میشه شهودت هم قوی تر بشه. شهود یعنی چی؟ شهود یعنی اینکه قبل از اینکه یه چیزی اتفاق بیفته حسش میکنی. یه حسی که خیلی ناگهانی میاد و میره. ولی اگه تمرین کنی کم کم قوی میشه و میتونه راهنمای زندگیت باشه. تغییر تدریجی شخصیت با بیدار شدن چشم سوم کم کم دیدگاه ها و شخصیت ها عوض میشه. این تغییر بدون زور و اجبار اتفاق میفته. خودت دلت میخواد بهتر باشی. مثلا ممکنه مهربونتر، بخشنده تر باشی یا خودخواهیت کمتر بشه. وقتی عمیق توی مراقبه روی چشم سوم تمرکز میکنی ممکنه نورهای خاصی ببینی. شکلشون ممکنه متفاوت باشه ولی وقتی کامل ظاهر میشن شبیه یه ستاره 5 پر توی یک کره آبی تیره هستن که دورش حلقه طلاییه. این تصویر در فرهنگ‌ها و هنرهای دنیا قرن‌هاست که شناخته شده. چشم سوم رو چطور باز کنیم؟ راحت بشینید، چشماتون رو ببندید، 10 بار آروم، عمیق نفس بکشید. تمرکزتو بذار روی ناحیه بین دو ابرو، یعنی هم چاکرای سوم. یه کره بنفش رو تصور کن که وسط پیشونیته. رنگ بنفش مخصوص چاکرای سوم هستش. البته رنگ نیلی هم بهش میگن. دوم اینکه مدیتیشن خیلی موثره برای باز شدن چاکرای چشم سوم. وقتی آگاهی نسبت به افکارت بیشتر بشه، ذهنت هم شفافتر میشه. حتما جایی مدیتیشن کن که راحت باشی، آروم باشی. ارتباط ذهن و بدن توی مدیتیشن خیلی مهمه. هرچی بدنت راحت تر بشه، تمرکز کردنت هم راحت تر میشه. حالت نشستن 4 زانو روی زمین معمولا بهترین حالت مدیتیشنه. حالا اگه کمرتون هم درد میکنه میتونید دراز بکشید. توی مدیتیشن یک نقطه تمرکز برای ذهنیتت ایجاد کن. میتونه یه فکر باشه، میتونه یه جسم فیزیکی، مثلا شمع. این کمک میکنه ذهنت کمتر پراکنده بشه. به خوابها دقت کن، خوابهاتو یادداشت کن، بهشون توجه کن. خوابها پیام‌هایی هستن که از ناخودآگاه میان. توی مدیتیشن تمرکزتو بذار روی نقطه بین دو ابرو و فقط تماشا کن. ببینید چه فکر یا تصویری میاد بالا. تمرین های تنفسی ابزار عالی برای زندگی روزمره ولی برای باز کردن چشم سوم فوق‌العاده‌اند. یکی از بهترین نوعاش تنفس هولوتروپیکه که مخصوص چاکرای ششم هستش. تمرین های تنفسی ابزار عالی برای زندگی روزمره ولی برای باز کردن چشم سوم فوق‌العاده‌اند. یکی از بهترین نوعاش تنفس هولوتراپیکه که مخصوص چاکرای ششم. تمرین های یوگای کندالینی خیلی مفیدن برای فعالسازی چشم سوم، مخصوصا وقتی روی کریه های خاص تمرکز میکنی. یوگای کندالینی تمرین کن و کریه هایی رو انتخاب کن که تمرکزشون روی غده هیپوفیز یا غده پینئال باشه که به چشم سوم مربوطه. یک کریستال رو بذار روی پیشونیت، یعنی جای چشم سوم. وقتی دراز کشیدی و بدنت راحت و آسوده است، تمرکزت رو بیار روی نفسات. سنگ هایی که بنفش هستن مثل آمیتیس، لاجورد، یاقوت کبود بنفش یا آبی، تورمالیل بنفش میتونه چشم سوم تو رو بیدار و فعال کنه. صدا هم یه ابزار عالی برای باز کردن چشم سوم. استفاده از شفای صوتی یا تون زدن، یعنی آواز یا صدای کشیده خاص توی مدیتیشن کمک میکنه وارد حالت تتا، یعنی حالت عمیق ذهنی و نیمه هوشیار بشی که خیلی برای فعالسازی چشم سوم مفیده. از کجا بفهمم که چاکرای چشم سومم بسته است؟ اگه چاکرای چشم سوم بسته باشه معمولاً اینطوری خودش رو نشون میده. سخت میتونی به صدای درونت اعتماد کنی یا به شهود دسترسی داشته باشی. یادت میره چیزهای مهم رو یا یاد گرفتن چیزهای جدید برات خیلی سخته. اگه چاکراهای پایینیت مثل ریشه، خاجی، شبکه خورشیدی یا قلب تنظیم نباشه معمولا چشم سوم هم نامتعادله. این بی‌تعادلی ممکنه باعث بشه که تو آدم‌ها رو نادیده بگیری، قضاوتگر باشی، بیش از حد بری تو لاک خودت و از نظر فیزیکی هم ممکنه نشونهایی مثل سرگیجه، سردرد یا مشکلات مربوط به سلامت مغز داشته باشی.
از نظر روحی و روانی هم میتونه با اضطراب، افسردگی یا رفتارهای قضاوتگر همراه باشه. وقتی چشم سوم شروع به باز شدن میکنه ممکنه افکاری رو حس کنی که مال خودت نیستند و ذهنت شهودی تر میشه و سبک فکرت فرق میکنه.